آقا یه دونه تست بهمون داده. سلام علیکم. شلوارم در میاره الان. علی میتونی عکس منو بذاری بغل مستر کرمید؟ نه. بچه بتونید قضاوت کنید کدوممون به نظر دو خوشگل زدیم؟ ببین این عکس ها بذار داشت علی روی یه دونه علی کاپیس استریم بذار روی اینستاگرام. سلام آقایون، خیلی مخلصم. من کامیکسم خیلی خوش اومدید به پادکست بازی سمی. احتمالاً همتون کرمیتو میشناسید، یه قورباغه به شدت بانمک با قیافه تخیلی و امروز قراره تو خونه اون لعنتی ما کارگر باشیم. برو بریم سراغش. لیتس گو. خب رفقایون، خیلی خوش اومدید به بازی سمی و قورباغه دوست داشتنی به اسم کرمیتو. امروز قراره واسه این شخصیت من خدنگی کنم. من بدبخت بودم. لسه با شروع شو. چه پس کلی داره بچگی ها. خفه شو بابا. آقا زنگ زدیم تو بچگی ببین چه پسی داره آجی. علی میتونی عکس منو بذاری بغل مستر کرمید؟ نه. بچه بتونید قضاوت کنید کدوممون به نظر دو خوشگل زدیم؟ ببین این عکس ها بذار داشت علی. خب آقا لازم بریم ببینیم قضیه از چه قراره. گفته آقا یکی زنگ زد بچگی های علی کامیکس مثلا، گفت آقا من شنیدم شما یه کارگر حمال بابا پول میخوای بعد فردا میام واسه تون خونتون رو تمیز میکنم. مستر کرمید پول داد. ها سلام علیکم قربان. چرا این کله یاد پادکستم افتادم. یه دوی گوزو دیگه خر بگه. خب خودت باشو تمیز کن. ردیفی آقا یه دونه تست بهمون داده. سلام علیکم. شلوارم در میاره الان. خوبی ردیف؟ سلام روال. یعنی من برگ دهنمون رو قرار سرویس کنیم. ردیفی؟ چجوری باید بادر تو بقرار کنم؟ وای گوزو شورت داری؟ حالا دیگه هنی مثلا لباس یه دیگه بود. چجوری باید بردم بقرار کنم؟ آه این رو باید بزنم دیگه یه آقا هنوز شروع نشده گفت برو توالت منو تمیز کن. من چرا تو همین بازی باید خدنگی کنم؟ آقا گفتم رواله الان تمیزش میکنم مثل پلنگ. خیالت راحت. گفت آقا خیلی هم آدم اعصاب نداره وضویه بربری باشه دستش. چرا اینطوری آجی؟ خیلی من این شخصیت رو دوست دارم. اسم کنم آجی یه چیزایی هم دقت کنید بچه شبیه کیه؟ نظر امیر خیلی شبیه. آقا خب آقا کدوم گول یه چیزایی هم چرا قوه داریم، فندک داریم. این برکه چه خونه دم و دستکی داره، یعنی اینم پول داره. انقدر تو این بازی ها خدنگی کرده. خونه رو علی آجی آشپز خونه رو بگیر یا مرتضا پولدار باشه. آقا گوزو نویسنده. خب آقا اینجا گفت برم توالت رو تمیز کنم. توالت کجا میشه؟ اینجا نه باز نمیشه. این یکی باز نمیشه. این یکی هیچ. اوه من جواب بدم مثلا جامپس نه من متوجه نشد. جدی اگه بابا توالت کدوم گورستون بود؟ چی بود؟ بستنی زمستونی انداختی؟ چیه؟ چرا قیفی؟ یاد هاشم بخیر. سند سلامت میکنم. خوردم چجور سند سلامت میکنم. خدا به غلامت
دیگه خر پس اینجا واسه یکیه. چرا پس امیدوارم وسط نهار یا عصرونه چیزی رو مشابه بستنی خیبی شکلاتی باشه. کسافت یه رو میده اوزیل. آقا یه دونه این لاش انگاری کم باش شد. مرتضی علی وای و چقدر با جامبسگیر با شب ندیدم شهلو باشه زن. حتی کرمیت هم ازدواج کرده. من ازدواج سلام علیکم آج خانوم داده. آج خانومه یا بابا چطوری؟ آدم میذاره دست کنه آجی میگیره دید وسط سلام علیکم قربان. آقا میگه آقا میگه من برادر بزرگ اون کرمیتم. من کرمیتو هم. منم خوبی ردیفی. منم کامیکسلی هم ردیف. سلام پدرم خوبه خیلی مخلصم. آقا میگه خیلی از دیدنت خوشحالم. شد داری؟ لباسی تیکه های خوشگلی بابا. چرا دهن خودم هم اینطوری شد؟ چرا یا مرتضی علی چرا من سندار حاجی چه غلطی دارم توی این بازی میکنم؟ ای بابا بد شد که آقا به داداشتم اونجاست ردیفی سلالی. آقا گفتم من شستم توالت و برق انداختم اینو کله کچله تو خیلی دوست دارم یه دونه بزنم پس کله کچله. گفت بهش گفتم برادرت خیلی خوشگله بچه خوشگله بویدنی بوسیدنی ماچی کردنیه اینو یه مقدار توالت تحت لفظی شما بریتیش خیلی مصرف بخواب. گفت برادر من گوزه داده قبضو گرفته سالیان سال پیش مویده. آقا گفتش که برو یه دونه واسه من دیرینک بیاد. دیرینک علی باشه چه دیرینکی میخوای بخوری؟ خب تو همینجوری از جلو شبیه عقب دیرینک هم بخوری دیگه. خب آقا باید دارم یه دونه واسهش نوشیدنی بیارم الکلی باشه. ای بابا اونم رفت به چخ رفتیم. درا به ترتیب با میشه یا چی؟ آقا گفت برو اینو باید این نوشیدنیه یا علی. آره بیا مرده بودو بفرما. من بکنم زنت. آقا میگه من سافت درینک میخوام. بخوام میمون واسه بر قیافه بیاد. گفتم آقا فراموش کردم و این داستانا. آقا باید برم کلید کامپیوترکی رو خب اوکی. باید برم اتاق کامپیوتر رو تمیز کنم. قیافش کامپیوتر هم داره. ولی چی کار داری تو زندگی؟ مردی که میمون. چرا هرچی میخوری و 1 و 2 میکنه میریزی رو زمین؟ ولی کامپیوتر آشنگولی باشه. خب آقا بریم واسه دونه بابا اینا رو نمیخورم جمع میکنم. این دیولوپر صداشو اینطوری گذاشته. اونا رو نخوردم. داره منو تحقیر میکنه. این چیه؟ یعنی میکنم مستر باشه یه توالت آهنی اون تو گذاشته باشه. کرمیت حاجی پیانو داره سیستم داره. چیکار دارم من تو زندگی میکنم؟ چه غلطی دارم میکنم بعد تو زندگی؟ آقا تمام اینا رو جمع کردم. کثافت حاجی نصف زندگیم تو این بازی ها در حال خدنگی بودم حاجی. هر چقدر یادمه. آقا یا مرتضی علی. آقا میگه به داداش من اعتماد نکن. بخواب میمون. من به تو روی تو چی خیلی خوشگلی بزنم. گفتم چرا اعتماد نکنم و این داستانا؟ میگه اون من انداخته تو زیر زمین قلفم کرده. گفتم مشکلش چی بوده اون داستانا؟ میگه هر کس میاد اینجا رو تمیز میکنه بعد یامیش میکنه. آقا گفتم من به تو اعتماد ندارم. بخواب. آقا گفتم که بهش اعتماد نکنه این داستانا. ای شیت
بابا یکم دهنه تو آقا باید برم با که آقا بس این کرمیتوه اون کرمیته اوکی نمیدونم گیج میشم آقا اینم تمیز کردم پول من بده چه حالی میده چش تو چش باش دو خب آقا میگم که بهش گفتم که دوباره داداشی رو دیدم داشتم اتاقو تمیز میکردم و این داستانا بهش گفتم و این حرفا بعد میگه که آقا فراموشش کن بابا بخواب دیگه بابا میگه برو توی اتاق تجهیزات همین بغل خودم اینجا این تو رومه اوکی ای نون بربری داشته باشن خان شاتر باشه کرمین آقا یه تسک بهم داد همینجوری یهو که کرمیتو پیدا کن یعنی چی؟ ای وای من این با هم چی؟ ای حاجی به چخ رفتیم اسم کنم الان دیگه شور بابا بیا پول من بده برم بسم الله الرحمن الرحیم خدایا دست قورباغه نجات رو لا حول ولا قوت اینا رو میتونم بردارم اسم کنم این اچیفمنت گذاشته غذا درست کنه منگول باشه خب آقا اونجا که خبری نبود ایتایی خبری نبود اینجا که هیچی اینجا رو که هیچ یک ساعت باشم مستراب تمیز میکنم این دره کلا باز نمیشه این چیه؟ اینم باز اینجا نیومدم از اول بازی چقدر ولی پولا رو متموله آقا این با بقیه فرق میکرد روش نوشته بود دیولوپر یعنی سازنده های بازی روش کی؟ تبلیغ میکنی واسه من علی روی یه دونه هلیکاپتر استریم بذار روی اینستاگرام حسام حاضر باشه با هم دیگه این بازی رو ساخته و کثافت بذارن تو این با چرا وسط بازی باید خودتر میکنی سلام نمی قربان اون شلوه رو ببین آقا لذا این چی شد من متوجه نشدم دقیقا من پیداش نکردم آقا اسم میکنم شاید تو مستراب گیر کرده نه اینم که هیچ من خودم چیم من خودم چی این دره باز بود اسم میکنم این در خب آقا یه دونه کاغذ باطله و چیشی برداشتم یه چیزی رفت تو اینونتوری نمیدونم چی کدوم گورستونی هستی آجا شینیانو شلخته کرد تو همین 10 دقیقه خوشگل چرا یه مو در آوردی تو شورت داری ردیفی ای وای من آقا این میام جلوی این تسکی دیگه بهم نمیده میگه کرمیتو پیدا کن خوردی بکنم آجی کرمیتر جرو واجه ای وای سلام آقا یه حسی بهم میگه این یه درم بیا اینجا بیا دیولوپر داره دیولوپره یا دیدی گفتم این یه در مخفیه یعنی چی جاگوزی باشه کجا چی بود دقیقا من متوجه نشدم آقا ایتیو که رفتم باید بکنم دونه از ایناست که باید کوچولو بریم تا بازی خودش ببرتمون اونجایی که میخواد الان این در خودش باز رو این در انگار باز شد آره گذاشته برای توریست برو بردار مردی مرد یا داره غسل میکنه آقا میگه چاقو رو بردار و برو اون یارو رو بکش چون کشتش چون اون کرمیتو کشته چاقو رو اینجا دیدم من بکشمش من اومدم پولمو بدی چرا این چه نته سلام خوبی بذارم بدرگی بیا You must say goodbye to him. نه تو سریس میگه داره قبضو میگیره بهتره باش خداحافظی کنی
چرا چشای دکتر خودش چپه؟ تموم شد داستان. چرا تشنج کرد؟ چقدر سوال تو ذهنمه. کسافت بزنن تو سر دوتا دیولوپران میمون.